میگه که در منطقه کردنشین خراسان که کرمانشاه هستن بیگانگان حمله میکنن و همه مردان این منطقه میرن کردها که از خاکشون دفاع کنن و جنگی میشه و نمیدونم بسیار کشته میشن و بیگانگان رو میرانن از اونجا. یک تازه داماد در بین این جنگاوران بوده. وقتی که حالا نعش مردگان افتادند و هر کسی میاد عزیزش رو برداره دفن کنه، بسیار گریه میکنن، زاری میکنن. تازه عروس ما که دوماتش به جنگ رفته بود میاد سرگردان دنبال جنازه تازه داماد میگرده. یک پیر دو تارنواز روی تپه نشسته، از اون میپرسه که تازه داماد اسمش فلانه مثلا و تو قبارشون ما ندیدی اینجا. اون پیر میگه که عاشقشی. میگه آره معلومه که عاشقشی. میگه اگه عاشقی لازم نیست آتلس